بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، امروز آمدیم واقع کارت 4 در یکی از مراکز علمی که تحت نام مجتمع علمی کلام باشد. امروز میخواهیم با یکی از اساتید اینها صحبت داشته باشیم. خواهر در قدم نخست خود را اگر معرفی بکنید. به نام یاد خدا، سلام بر شما. صفیه عبدالی هستم و خوشحال هستم که امروز با شما صحبت هستم. تشکر، سلامت باشین. خب در قدم نخست اگر شما در مورد آموزشگاهتان معلومات به دوستای ارائه بکنین بسیار خوش میشیم. البته کورس مجتمع علمی کلام از سال 1397 و این سو فعالیت موفقانه داشته که در مضمون‌های مختلف بوده. بسیار خوب، موفق باشین. اگر شما بگوین چه مدت میشه که در اکادمی شما تدریس میکنین و کدام بخش تدریس میکنین و چه مدت میشن که در آموزشگاه شما تدریس میکنین؟ من بخش قرآن کریم تدریس میکنم و تقریبا 2 سال میشه که در کورس مجتمع علمی کلام درس میتم و بیشتر از 10 شاگرد فارغ دادیم که امروز هم خوشبختانه 2 نفر شاگردایم ختم قرآن کریم داشتن. بسیار خوب، خداوند اجر پاداش براتان بدهد. خب پیامتان با خواهرایی که در خانه هستند و خواهرانی که شما را مشاهده میکنن، پیام شما برایشان چی هستند؟ یک پیام کوچک دارم برایشان که با شرایطی که فعلا همراهشان درست سازگار نیست کوشش کنن که از راههای مختلف ادامه تحصیل بدن. شاید بعض از راههای امروزه برای دخترای افغان مساعد نباشه که تحصیل بکنن، اما میتونن که از روش ها و راه های دیگه استفاده کنن و ادامه تحصیل بدن. بسیار خوب. ما که می آمدم بعضی از دوستای ما گفتن که شما با گونه آنلاین هم تدریس میکنین.